سرخط خبرهای مهم. وزارت 4000 بیکار صاحب جای کار کرده است. با مردان تاجیک ویزای دبی را نمیدهند. و زلنسکی از طرح پایان جنگ گفت. لاوروف از جنگ جهانی سوم هشدار داد. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. با امید تنصیحاتی شما برنامه نویدی بامداد را آغاز میکنیم. امروز پنجشنبه 29 آگوست. وزارت مهاجرت، مهنت و شغل اهالی تاجیکستان میگوید در 6 ماه سال روان 4300 نفر بیکارانی در قید مقامات شغل اهالی بوده را با جای کار تامین نموده است. با تاکید وزارت این نفران در دایره برنامه دولتی مساعدت به شغل اهالی برای سالهای 2023-2027 به کارهای جمعیتی فرا گرفته شدند. به اطلاع وزارت از این شماره 881 نفر مهاجران مهنتی به وطن بازگشته به کارهای جمعیتی مزناک جلب کرده شدند. در همین حال بنا به اطلاع وزارت مهنت در کشور در نیم ساله یکم سال 2024 زیاده از 100,000 جای کاری تأسیس داده شده است. در گذشته برخی از کارفرمایان گفته بودند شمار بیکاران زیاد است، اما هنگام دعوت به جای کار اکثر آنها با سبب کمی معاش یا پیشنهاد کار را نمیپذیرند یا زود آن را ترک میکنند. بیکاری یا کار با معاش کم از مشکل‌های اساسی جامعه تاجیکستان بوده. هر سال صدها هزار نفر برای دریافت کار و معاش مناسب به روسیه و کشورهای دیگر میروند. تنها به حساب مقامات روسیه حالا بیش از 1 میلیون اهالی تاجیکستان در این کشور کار و زندگی دارند. شماره واقعی آنها بیشتر از این گفته می شود. طی چند روز اخیر شکایت بعضی از مردان تاجیک برای دریافت روادید یا ویزای امارات متحده عرب در شبکه اجتماعی فیسبوک زیاد دیده می شود. با نوشته آنها 2 هفته باز این جانب به درخواست آنها پاسخی رد داده می شود. شرکت‌های سیاحی نیز تصدیق کردند که برای شهروندان تاجیکستان چنین مشکل پیش آمده است، اما مقامات دخلدار رسما شرح ندادند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با خبرگزاری آزیا پلوس گفته است که از مشکل آگاه است و آن را پیگیری دارد. این مشکل را نمایندگان چند شرکت سیاحی نیز به این رسانه تصدیق کردند. یک مسئول شرکت سیاحی پرستیژ تور در صحبت با آزیا پلوس گفته است که حالا تنها درخواست روادیدی مردها رد شده ایستاده است. در شرکت سیاحی اطلس تور نیز گفتند که تنها به مردها روادید نمیدهند و زنها و دخترها و اویله ها به مشکلی روادید را گرفته ایستادند. مسئولین این شرکت نیز میگویند که مقامات سبب رد شدن درخواست مردها را برای دریافت روادید شرح ندادند. تاجیکستان از 1 ینوار سال 2022 با 52 کشور خارجی از جمله امارات متحده عرب و شاهگری بحرین نظامی بی روادیدی یک طرفه را جاری نمود. بیننده های عزیز، طور قبلا خبر داده بودیم از این به بعد نفرانی که به نزد فالبینان و جادوگران می روند و شعبه های وزارت کارهای داخلی دعوت کرده می شوند و نسبتشان مواد ترتیب داده شده در مخزن های وزارت کارهای داخلی با رسم هایشان گذاشته می شوند. وابسته به این ما از ساکنان و مهمون های پایتخت پرسیدیم که به این هشدار وزارت چی نظر دارند. آیا بر نظرشان عکس کارافتادگان را گذاشتن مانع رفتن آنها به نزد فالبین و جادوگران می شود؟ پاسخ را یک جا می بینیم. اولش که در کار نرفتن پیش فالبین به من دختر من مثلا باور نمی کنم. این تماما ممکن نیست رفتن مثال ده فالبینا هیچ حل نمیکنن آخه یک گون چیز حل نمیکنن. خیر رفتن در کار نیست که همین قانون اجازه نمیده رفتن در کار نیست تمام. من نمیرم. همین کسل مثال کسل شود نمیرم من نمیرم پیش فالبین چی در کار رفتن. اونها هم و یا مردم فریب میکنن دختر هست است پروفسور هست یا من مهراج پروفسور چی کی شود هم نو با میریم ها. با فکرتون چرا مردم به نزد آنها میرن؟ منم حیران برای چی میرن همین من حیران نمیدونم باور میکنن فالبین پروسته یا که فالبین پروسته پسیخولوژی زورن خودشون با گردانده میتونن من دختر نمیتونم کسل گردانده کجا خود میراد باور کنه نه که این نادرست صورت کار افتاده رو با فیلم پیشگیری کرده نمیشود اگر ما نانام سیرم مردم حاضر چه گم میگفتن توز یک دوره‌ای که عقیده و اندیشه مردم تماما دیگر شده نمیدونم برای چی تماما دیگر هم مثال میروند با خیلی برای اینکه پیش روی اونا رو گرفتن نمیتوانم برای اینکه مردم بود
با کاری خودشون میکنن میرن واه کاری خواهی هم پلاش میره هم فری میکنن سر من که با دستورش دوای میگیرم اول کاری خون نمیشه فکرتان چیکار کنن که مردم دیگه نروند؟ خیلی یک پیشرویش بینن که همه آدم با خواب کنن که نکنن این کارو مقصد خلق احمق نکنن درسته همه خالی کدن که گرفتن دیگه خلق همه خالی کارا را نمیکنن به عقلی نمیکنن خیلی با مراجعت میکنن که خیلی کاری نقض میکنن نمیدونم با ای فکری مخیلی درست است که گفتم که روی بیعقلی میرون روی کم سوادی میرون خیلی نمیدونم این دخترها و این تحصیلات چیزی نو برآمدگی باید که خیلی و یادم مراجعت کنن چه هم خیلی فولبین دروغگویی و هم خیلی چیزا ده که با خداوند خودش میدونه و یک همش خیلی شکل ممکن که ترسیده نروند دیگه هم خیلی کارا را نکنن که خیلی صورتای ما را میگیرن میبرورن Это слишком крайние меры. وقتی من این چوره‌های نهایی هستند باید قبلا آگاه کرد صحبت کرد یک بار عکس نگیرند چون این نفران از اول بودند و هستند و میمونند یک قسم مردم با وجود نزدشان میروند پنهانی هم بگذار کارشان رسمی شود به دولت انداز سپارند بگذار مردم ساده به نزد چنین ابله روند بهترین کار کردیم بهترین کار طرفداری آنم که پیش راه چنین آدمان به هر واسطه گرفته شود آنها را نباید اجازه داد که دست به چنین کار بزنند به عقیده من این کار مردم را گمراه میکند رسانه‌های محلی ازبکستان از آغاز دوباره ریدها علیه مردان ریشدار در این کشور خبر می‌دهند. خبرگزاری ازبکی پادروبنا اوز اطلاع داده که چند قبل در شهر تاشکند چند مرد را برای داشتن ریش جریمه کردند. این افراد با قرار دادگاه برای حضور در جایهای جمعیتی با چهره پوشیده که مانع معین کردن شخصیت آدم می‌شود به جوابگری مأموری کشیده شدند. در میان مردانی که ریش‌هایشان اجباراً تراشیدند، خارجی‌ها و برنده‌های مدال بازی‌های المپی شهر پاریژ نیز هستند. یکی از ورزشکاران ازبکستانی که نخواست نامش برده شود، در صحبت با بخش ازبکی رادیو آزادی گفت در جریان بازی‌های المپی در شهر پاریژ به آنها دستور داده شد که پیش از تماس ویدیویی با رئیس جمهوری آن کشور شوکت میرزیویف ریش خود را تراشند. یک سیاحی آلمانی نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشته است که ریش او را که 3 سال باز با آن میگشت در ازبکستان اجباراً تراشیدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت که جنگ با روسیه در نهایت از طریق گفتگو پایان میگیرد، اما کیف باید موضع قوی داشته باشد و او میخواهد در این رابطه طرحی را به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و دو نامزد انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کند. پرزیدنت اوکراین روز سه‌شنبه در نشست خبری گفت که پیشروی ارتش اوکراین در منطقه کورسک روسیه دوام 3 هفته اخیر بخشی از این طرح است، اما این عملیات در عین حال با اقدام‌های اقتصادی و دیپلماتی نیز همراه خواهد بود. او در کیف با خبرنگاران گفت نکته مهم این طرح این است که روسیه مجبور شود تا به جنگ خاتمه دهد. ما به دنبال چنین چیزی هستیم و برای اوکراین نیز عادلانه خواهد بود. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه در پی حمله ارتش اوکراین به خاک روسیه و منطقه کورسک هفته گذشته گفته بود که مذاکرات دیگر در دستور کار نیست. وزیر کارهای خارجه روسیه همچنین روز 27 آگوست با اشاره به عملیات ارتش اوکراین در خاک روسیه گفت که کشورهای غربی با تشویق کیف با این امر با آتش بازی میکنند و به آمریکا نیز هشدار داد که جنگ جهانی سوم به اروپا محدود نخواهد شد. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 6 عصر پیش در سال 1417 در میدان معروف رگستان سمرقند نبیره تیمور اولوغبک امیر این شهر و دانشمند علومی دقیق و ستاره شناسی معروف دور مدرسه را بنیاد کرد که برای تحصیل و زیست 100 شاگرد پیش بینی شد.
дар 2 асри баъдӣ дар ин майдон 2 мадрасаи дигар ширдор ва тиллокорӣ сохта шуданд ки донишҳои баланди илмии даврро фароҳам мекарданд. соли 2001 юнеско пойтахти мадании тоҷиконро ки ҳоло дар ҳудуди узбекистон аст ба феҳристи мероси фарҳангии ҷаҳон ворид кард. ба дунболи амрико дар таърихи 29 августи соли 1949 дар иттиҳоди шӯравӣ нахустин озмоиши бомбаи ҳастаӣ баргузор шуд ки барои эҷоди он аз урани истеҳсолшуда дар корхонаи табошари шимоли тоҷикистон кор бурда шудааст. комбинати кӯҳию кимиёии ленобод ки баъдан ба востокридмет табдилӣ ном кард, соли 1945 махсус бо ҳадафи кӯмак дар эҷоди бомбаи ҳастаӣ сохта шуд. 29 августи соли 2018 дар боғи ҷонварони шаҳри ҳлубока над Влтавои ҷумҳурии Чех ба хирсаки тиёншонии таваллудшуда аз модари тоҷикистониаш исми тоҷикӣ нохунсафед дода шуд. дар интихоби ном хонандагони радиои озодӣ мусоидат карданд ва донишмандони корманди боғи ҷонварон номи илмии тоҷикиро интихоб карданд. нохунсафеди малламӯй идомадиҳандаи насли хирсҳои нодир буда ба феҳристи ҷонварони дар ҳоли нобудшавӣ дохил мешавад. бонки миллии арзиши асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст: 1000 рубли русӣ баробар аст ба 116 сомонӣ, 100 евро ба 1188 сомонӣ ва 100 доллар ба 1067 сомонӣ иваз карда мешавад. бинандагони азиз, инҷо расидем ба поёни барнома. То фардо дар ҳамин вақту соат хайр.